یعنی اون کسانی به قدرت میرسن در حکومت آقا امام زمان، کسانی که قبلش این دو ویژگی رو داشتن. یکی ایمان داشتن به این وعده الهی، این دروغ نیست، این عین واقعیته، این عین حقیقته. تمام این تمسخرها رو به جان میخرن، تمام این گناهانی که میتونه اینها رو هم بکشه، هزاران هزار میلیون میلیون انسان رو به سمت خودشون کشیده، لهو و لعب‌هایی که همه دنیا رو برده. اینا ایمان به این وعده دارن، اما نکته مهمترش اینه که اون ایمان رو به عرصه عمل هم میکشونن. فلذا میگه انتظار عمل بی عملی نیست. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خدا یه قومی رو میاره که اونا عاشق خدا، من خدام عاشقشونم. یجاهدون فی سبیل الله، برای خدا جهاد میکنن. که همه عرض کردم برگشتن گفتن مراد از اینا کیه؟ آقا رسول الله زد به شانه پیرمردی که کنارش نشسته بود. حضرت سلمان فرمود هاذا و زبور، اینه و قومشن. هاذا و زبور، اینه و قوم. انتظار عمل گفت برخیز زجادین که فقط ذکر و دعا نیست، بر لب زاهد خسته در هیاهوی خداجوی نشسته، صدا هست خدا نیست. گفت برخیز همان گونه که برخاست حبیبم تا خبر یافت غریبم. گفت برخیز همان گونه که برخاست زهیرم مثل عبدالله و قاسم، چون علی اکبرم و عابس و عباس و بریرم. گفت برخیز همان گونه که خواست و برخاست به خودش گفت کجایی؟ حق که پیداست شرم کن خود پسر فاطمه تنهاست. عشق مجنون عشق راهی عشق شیدا می کند، اشکر عشقی موای از عشق خوغا می کند. عشق مجنون عشق راهی عشق شیدا می کند، عشق خواهی نست و وای از عشق خوغا می کند.